السلام علیکم داملای عزیز. از شما و از مردم مسجد اولا معذرت و بخشش از این سوال من، لکن برای من دانستن این ضرور است. بسیار توجه کنین. من خودم به این مسئله گرفتارم. زن را برای خانه‌داری طلب میکنی، نمیخواهد و نمیماند. غضبناک میشوم. بعضا شیطان بیراه میکند که طلاق دهم. داملا آیا با مجبور رسیدن زن حلالی خود جایز است یا نه؟ این مسئله را چندین برادرای ما سوال کردند که وقتی که مثال ما میخواهیم با زنهای خود خانه‌داری کنیم، زنها ما را نمیگذارند که با آنها خانه‌داری کنیم. در این حالت ما خیلی غضبناک میشویم. باور کنید میگه حتی میخواهیم که طلاقشان دهیم، یا در دلمان میگذرانیم که اگر روز شود رفته با واسطه پول است، با واسطه چیزی نباشد زنا میکنیم. گفته در دلمان حتی همین وسوسه های شیطان پیدا میشود. من چند حدیث برای شما میخوانم. فکر میکنم که شاید که این اگر ثبت ما مثال به همان خواهر است، با همان اپه است، با همان مادر برسد، شاید که از حدیث های پیغمبر خدا به یک مقصد، به یک تفکر بیاید. پیغمبر خدا میگوید لا یقعن احدکم علی امرأتی کما تقع البهیمه وليكن رسول قیل و من رسول قال القبلة والکلام. پیغمبر خدا گفتند چگونه ای که حیوانها بالای حیوانها در حال سوار می شوند، شما با زنهای خود این چنین رفتار نکنید، بلکه پیش از آنه که شما خانه‌داری میکنید باید که یک رسول بفرستید. صحابه گفتند قیل و من رسول یا رسول الله. رسول چیز؟ گفتن پیغمبر گفتند القبلة والکلام. اولا گفتند زن را راضی کنید و دوم پیش از آنه که با زن خانه‌داری میکنید وی را بوسه کنید و بعد خانه‌داری کنید. این حدیث اول پیغمبر خداست. دوم اللهم جنبنی شیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. بین پیغمبر خدا گفتند وقتی شما خانه‌داری میکنید سراسیمه نشوید، بلکه دعا کنید که پروردگارا از بین من و زنم شیطان را دور بساز و خدایا فرزندی که به ما روزی میگردانی وی را هم از وسواس شیطان نگه بدار. گفته دعا کن و بعدا با زن حلالی خدا چکار کن؟ خانه‌داری کن. دیگر حدیث اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وان كانت على التنور. این حدیث خیلی تأکید سخت برای زن هاست. پیغمبر خدا گفتند وقتی که اگر زنها در تنور باشند، یعنی در حالت نامپزی باشند، مردها آنها را دعوت کنند که من اراده با تو یک جای شدن دارم، باید زنها تنور را یک جا بگذارند و سخن مرد قبول بسازند. تا چه اندازه پیغمبر ما و شما حق شوهرها را بلند کردند. حق شوهر نه، حق زنم بلند کردند، لیکن خبر دادند که یعنی شما به آنها خبر مثبت دهید. اگرچند از نزد تنور شما جدا شده هم نمیتونید، بلکه به اون مرد یک چهره خندان خود نمایان کنید و با او وعده بدید که البته من تو را راضی میگردانم. تا این اندازه پیغمبر خدا خبر دادند تا که در دل مردا همین نفرت های طلاق دادن و زنا پیدا نشود. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید فبات غضبان، یعنی مردی که از زن خود طلب میکند لیکن اون زن نمیخواهد و مرد راضی نمیگرداند، فبات غضبان. بعد این مرد گفت پیغمبر خدا غضبناک خواب میکند، خواب ناراحت میشود. علیها لعنتها الملائکه حتی تصبح. پیغمبر خدا گفتند ای مرد تو غمگین نشو، تو غضبناک نشو که این زن تو تا روز تا دمیدن صبح در لعنت خدا گرفتار است. تو غمگین نشو. و این برادرها هم باید که آزرده هم نباشند،
یعنی غضبناک هم نشوند، زیرا زنهای ما و شما امروز احتیاج امر معروف و نهی منکر دارند. صد افسوس که همان شرایط امر معروف و نهی منکر بر زنها نیست. اگر هر آینه همین زنهای ما و شما این سخن پیغمبرشون اگر بشنوند، انشاءالله باوری دارم که چگونه که خدیجه بر رسول اکرم خدمت میکرد همچنان به شما خدمت میکردند. لیکن امروز چیکار کنیم که بعضی گمراه‌های هستند که سبب میشوند که ما و شما برای زنها را رسانیدن سخن خدا و پیغمبر در شرایط پیدا نمیکنیم. چیکار کنیم؟ زیرا اگر زنهای ما و شما مثل زنهای دوره پیغمبر میشدند، ببین چی گونه زنهای بودند. زن ایماندار دیگر است، زن بی ایمان دیگر است. زنهای دوره پیغمبر حسن بصری حکایت میکند، مرد وقتی از کار می آمد بیگاه مانده شده، مثل همین امروزه مردهای ما و شما، توزعت له و تجملت له. بین اون زن که ایماندار بود، قرآن خوان بود، از خدا که می ترسید، چکار میکرد؟ طهارت میکرد میگرد و تجملت و سرمه میزد، اسمه میکشید، خوشبویی میکرد و نزد مرد حاضر میشد و میپرسید که آیا بر من حاجت داری؟ زن از پیش خود میگفت حاجت داری؟ اگر مرد میگفت نه حاجت ندارم، چی میگفت؟ میگفت مادام حاجت نداشته باشی ای مرد خوش به حالت، اجازت نمیتی که 2 رکعت نماز در حق جان تو بخوانم. زن ایماندار چگونه است؟ سخن زن ایماندار را گوش کنید و زن بی ایمان آزارش تماشا کنید. این بی ایمانی همینها هم، از اسلام دور شدن همینها هم سببش کی است آخه؟ سببش با بعضی از پیشواهای ما و شماست. اگر زنهای ما و شما بشنوند باور کنین، انشاءالله من باوری دارم که تمام خدمت اسلامی را برای شما جاری میکنن. یک قصه یادم آمد، همون مادر سلیم بن زن ایماندار، وقتی که شوهرش یعنی یک فرزند داشت به نام انس، وقتی شوهر اولش از دنیا گذشت، شوهر دیگری برای تربیت انس گرفت که این ابو طلحه بود. ابو طلحه یک چند زندگی کردند، یک فرزند یافتند، ابو عمیر. ابو طلحه میگوید به حد همین ابو عمیر را دوست می داشت، فرزندش را دوست می داشت. این فرزند میگه دوست رو یک شد و بیمار شد. این ابو طلحه که روز کار میکرد تا بیگاه، روز روزدار بود، باز میگوید صاحب کتاب، بیگاه که می آمد مانده میشد. دائم از حال این فرزندش خبر میگرفت، یک تبی بلند داشت. میگه روز از روزها میگه این ابو عمیر، ابو طلحه پدرش میگه در کار در بیرون بود، ابو عمیر از دنیا گذشت. این زن مسلمان چیکار کرد؟ در حال این فرزند خود به دست خود شست، پاکیزه کرد، کفن کرد، در یک خانه برده گذاشت. قریب بیگاه بود، میدانست که شوهرش از کار می آید. بعداً چیکار کرد؟ وقتی شوهر در آمد، ابو طلحه پرسید فرزندمان چگونه است؟ گفت از دیروز دیده خیلی بهتر است. بنهاد میدانست که شوهر روزدار است، شوهر مانده شده است. گفت از دیروزه دیده ابو طلحه امروز ابو عمیر خیلی حالش خوب است، سبک شده است. پدرشون خرسند شدند. سلیم میگوید در حال دسترخوان پرتافتم، شوهرم روزه را شکاید. شب یک قسم شب گذشت، میگه با شوهر خود میگه خانه‌داری کرده، در حالتی که فرزند در کفن در یک خانه دیگر گذاشته شده است. با شوهر خودم خانه‌داری کردم. قسم صبح میگه شد و گفتم ابو طلحه اگر کسی بر کسی عاریت دهد، امانت دهد، عاریت، پس باید عاریت را نزد خود منع کنی یا که باید به صاحبش بر بگردانی؟ گفت البته عاریت را باید پس بگردانی، زیرا وی مال ما نیست. گفت ابو طلحه آگاه باش که امشب همون فرزنده که امانت در نزد ما بود خدا وی را گرفت. ابو طلحه میگه خشمناک شدن، گفتن دیروز کی بود؟ گفت بیگاه. گفت چرا مرا خبر ندادی؟ گفت ابو طلحه من دیدم تو خیلی خسته بودی، خیلی مانده بودی، روزدار بودی. اگر من به تو خبر این فوت فرزند خبر میدادم، هر آینه تو روزه را نمیشکایدی.
و تو باز خستگی تو زیادتر میشد. ابو طلحه میگه دوان نزد سرور کائنات محمد آمد و خبر داد که پیغمبر خدا امشب زن من این چنین معامله کرد، چی میگویی؟ گو خداوند در این شب شما مبارک داد، این شب شما را خیلی شب مبارک گردانید. یکی از صحابای پیغمبر میگوید وقتی پیغمبر از دنیا گذشت ابو طلحه را خداوند یک فرزند داد به نام عبدالله که وی میگد از وی 9 فرزند دیگر شد. همین 10 فرزند همش حافظ قرآن بودند از دعای برکت پیغمبر خدا. این چگونه یک زنهای مهربان بودند، چگونه شوهرها را احترام میکردند و به این درجات اونها رسیدند. السلام علیکم. طلب از قوم مسجد. یک روز ما بین عصر و شام در مسجد یک حدیثی را خواندیم که اینجا تکلیف یکی امیرعلی شد که همین حدیث در جمعه شما خانه تا که همین ثبتی کسی توی شود و شاید یک زن گوش میکند و همین حدیث و به خلاصه می آید. این حدیث چنین بود، اینم طبق همین موضوع است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ایما امرأة سأل زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنه. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند که کدام زنی که از شوهرش طلاق را طلب میکند من غیر ما بأسین، از غیر آنه که هیچ لازم طلاق نبود، یعنی مقصد این که وقتی که میبیند همین مرد یک زمان دارا بود و امروز نادار شد، میبیند که تا دیروز از زن میرسید، تمام نوشاکه ها میرسید، تمام لباس میرسید، امروز به سبب یعنی خرابی جمعیت و نیافتن کار و بار مرد امروز احتیاجمند شده است. این زن در حال چکار میکند؟ در حال از این شوهر طلاق طلب بکند و میگوید که من از تو چی دیدم؟ اگر زنی که این لفظ را استفاده کند، پیغمبر خدا گفتند فحرام علیها رائحة الجنه، بوی جنت از 500 سال راه بر جنتی ها میرسد. یعنی بین ما یک خوشبویی میزنیم، خوشبویی که مخلوق تیارش کرده است، ممکن که در مسافه 10 متر یا 20 متر به مشام شما برسد، لیکن بوی جنت چنان بوی زیبایی هست. پیغمبر خدا گفتند که از 500 سال راه به مشام جنتی ها میرسد. انا همین قدر مسافه دور همین بوی جنت بر دماغ همان زنی که از شوهر خودش طلاق طلب میکند نمیرسد. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. پیغمبر خدا گفتند بزرگترین حق بر زنها از روی حق کی دارند؟ پدر و مادر؟ نه، بلکه شوهرهاشون. هر جایی که زن بخواهد که سفر کند از شوهر میپرسد، هر کاری را که انجام دهد باید از شوهر پرسد، دیگر از پدر و مادر نمیپرسد. زیرا بزرگترین حق بالای زنها وقتی شوهر میکنند این حق شوهر است. من دوست می‌دارم که بسیار زنها وقتی شوهرها از کار میآیند با یک چهره خندان، با یک تبسم، اگرچند که مرد همان روز هیچ فایده هم نیاورده باشد، بلکه تسلی دهد که میلش امروز در نصیب تو نبوده است، در رزق تو نبوده است، مانده نشو، پروا نکن، انشالله فردا میابی، فردا هم نیافتی فردا دیگر میابی. من در ناداری تو، در داراگی تو طاقت کرده بودم، در ناداریت هم طاقت میکنم. این چنین اگر لفظا از زنی ما و شما، خواهرای ما و شما صادر شود، انشاءالله زندگی اونها خیلی نیکبخت میشود. باور کنید زندگی اسما را وقتی در کتاب میخواند انسان هیچگاه طاقت کردن نمیتواند. اسماء دختر ابوبکر صدیق بودند، یار اول پیغمبر خدا بودند، شخصی بودند که به 2 نفر سلام از خدا آمدگی است، یکی ابوبکر است یکی خدیجه است. همین دختر اسماء، دختر ابوبکر صدیق اسماء که میگه حامله بودم، وقتی میگه در خاندانم که شوهرم زبیر میگه به سفر برآمده بگی بود با همراهی پیغمبر خدا، در خانه چیزی یافت نمیشد، لیکن در همسایگیم یک یهودی زندگی میکرد، در دیگش میگه گوشت گوسفند میپخت، بوی گوشت گوسفند میگه خانه مرا فرا گرفته بود.
من هیچ طاقت نکردم. بناگاه خانه این یهودی داخل شدم و گفتم که حاجت بر آتش دارم. حالا که حاجت به آتش نداشتم، حاجت به همون گوشت گوسفند داشتم. این یهودی میگه در بالا یک ظرف میگه بر من آتش داد. گفت من گفت یهودی ها اون زمانم پیغمبر خدا را دوست نمی داشتند، چگونه ای که امروز یهودی ها مسلمان ها را دوست نمی دارند. گشت آمدم در خانه، طاقت نکردم. بار دوم باز رفتم، گفتم احتیاجی به آتش دارم. باز میگد آتش داد و گوشت نداد. میگد باز گشت آمدم، سیوم بار رفتم، باز همچنان معامله کرد. بناگاه دستم برداشتم، گفتم پروردگارا خدایا، گفتم دیگر دادرسی به جز تو من ندارم. در دل همین یهودی داخل کن تا که در یک ظرف برای من طعام روان کند. دیگر هیچ طاقتی ندارم به جز همین طعام. امروز هیچ چیز برای من محبوب تر نیست. دعای من میگد به نشان خود رسید. بناگاه میگه شوهر همون یهودی آمد و از زن خود پرسید که امروز کسی ما را سراغ نکرد؟ گفت به جز همین زن عرب دیگر کسی سراغ نکرد. گفت چی گفت؟ گفت از من آتش پرسید خلاص. گفت ای زنه، گفت در یک ظرف گفت گوشت و آب همین شوربای گوشت پر کن و برده بر همین همسایه عرب بده، تا اگر بر او طعام ندهی این طعام تو برای من حرام است، من نمیخورم. دعای اسماء در نزد خدا قبول گشت. در همین خیل شرایط ها اون زنها چکار کردن؟ طاقت کردن و شوهرهای خدا احترام کردن. خدا رحمت کند سعدی را چی میگد؟ زنی خوبی فرمانبری پارسا، کند مردی درویش را پادشاه. اگر زنی خوب باشد، فرمانبردار باشد، خدا ترس باشد، همین مردی فقیر گدای تلبنده را پادشاه میکند. برو 5 نوبت بزن بر درت، اگر یاری موافق بود در برت. خدا رحمت کند سعدی را. برو ای مرد میگد خوش به حالت 5 وقت نماز با جماعت بخوان وقتی که زنی مسلمان داشته باشی. تو زنی مسلمان داشته باشی، بی پروا رفته در مسجد نماز خواندن بگیر، هیچ فکر خیال در خاطرت نگذران. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. چی تو امروز روزی دراز تشویش زندگی میخوری، چی از ناداری خیلی غم میخوری، مادامی که در برت شب یک یاری موافق داری، یک زنی مسلمان داری، دیگر پروا نکن، دیگر پروا نکن. به زندان قاضی گرفتار بی، که در خانه بینی در ابرو گیره. خدا رحمت کند. میگد وقتی که اگر زنی داشته باشی که خوق داشته باشد، چی تو دارا باشی چی نادار باشی، وقتی خانه میدرای میبینی که ابروهای گیره بسته، میبینی که یک اندام تروش بر روی تو میکند، از این ده گفت همون زندان قاضی بهتر است از اویی که در این خیل خانه این خیل زن زندگی میکند. السلام علیکم داملای عزیز. میگویند که با یگان شهر سفر میکنی، در دست خود چله است، ناگهان از عالم گذشت، چله آن را فروخته کفنش میکنند، باعث تشویش نباشد. اگر چله نقرگی باشد میلش، لیکن چله طلا باشد، مردن در کجایی که مردی البته تر سرشتت میکنند. اون چله تو هیچ جا را گرفته نمیتونه. همه یک وسوسه و یک بگیم سخنهای بیهوده است که وقتی آدم چله طلا را میدازد به نیت یعنی که ما مابادایی که در یک جا سفر کنم همین را فروخته برای من کفن کنن. اگر او را فروخته و با پولی او را کفن کنن، خدا تو را در قبر عذاب میته، زیرا که اون پولی چله برای تو حلال نبود. چله داختن طلا، گردن بنداختن طلا، ساعت طلا، همه برای مردها حرام هستند. هیچ کدام شما این جوان مردی شما نیست. اینا برای خودتان اختیار نکنید. السلام علیکم داولای عزیز. التماس به سوال من جواب گردانید. وقتی که من به یگان کس میگویم نماز خوان یا زنا نکن، عرق نخور، میگوید که هر یک کار بر رضای خدا میشود. خدا راضی شد من زنا کردم. میگوید نمیشود که من هم زنا کنم عرق خورم، با راضی خدا هست. التماس با بابای حاجی درباره قضا میگویند یگان مسئله گپ زنید. البته لاهوری میگوید خدا رحمت کند،
ولی در بین ما و شما هم همین گپا هست که عرق می‌نوشد، زنا میکند، بعد میگوید که خیلی خدا راضی بوده است. نه، خدا در کار بد ما و شما راضی نیست. خداوند هیچ وقت راضی نیست که بنده او زناکار باشد. خدا هیچ وقت راضی نیست که بنده او بی نماز باشد. بلکه لاهوری میگوید که بنده های ضعیف خدا با همین سخن تکیه میکنند، میگویند که خیر رضاگی خدا بوده است، بلکه رضاگی خدا نیست. خدا رحمت کند مولوی را، من یک چند سطرهای را به شما میخوانم در باب تقدیر. چی سخن زیبا گفتند: دو راه پیش ده بنده نهاده، به دستت اختیار جوز داده. خدا در پیش تو دو راه را مانده است، یک راه بد، یک راه خوب، و تو را اختیار گذاشته است کدام راهی را که انتخاب بکنی. عقل او به همین پیش مسجد ما و شما میگذرد. آیا خدا راضی نیست که مثل شما داخل مسجد شود نماز خواند؟ راضی است. او وسواس شیطان است. او را شیطان نمیگذارد که نماز خواند. او را شیطان نمیگذارد که آمده مثل ما و شما عبادت کند، بلکه او وسواسهای شیطان است که زناکار می شود، عرقخور می شود. این راضیگی خدا نیست. اگر جنت روی رو در رهی راست، به چپ مائل مشو که دوزخ آنجاست. حضرت گفتن این راهی راست، این راهی چپ. چپش دوزخ، راستش بهشت. اگر چپش میگیری دوزخ میری، راستش میگیری چیکار میکنی؟ وارد جنت میشوی. زیراهی نیکو بد ایزید خبر داد، تو را عقل و خرد هوش بصر داد. خداوند همه را به تو خبر داده است. همه عبادت ها و همه منهیات و همه مشروعات به تو خبر دادگی است. کدام کار درست، کدام کار نادرست، همش خبر داد. و تو را عقل داد خدا. تو را عقلت میگیرد زنا میکنی، عقلت میگیرد عرق مینوشی، عقلت میگیرد مثال قماربازی میکنی. چرا عقلت نمیگیرد نماز بخوانی؟ خدا را جو، خدا را جو، خدا را بگو ذکر و بیمان چون و چرا را. حضرت میگوید خدا را جستجو کن، خدا را جستجو کن، بگذار این چون و چرا را. چرا ایت شد، چرا ای خیل شد؟ این رازگی خداست، ایش رازگی خداست، نه این تا نیست. تو را خداوند عقل داده است، خودت باید اختیار کنی کدام راه ثواب است، کدام راه خطا است. سوال های خیلی زیاد. السلام علیکم ای داملایی که فخر ما هستی. از جواب سوال هایی که پر از آیت و حدیث و شعر عبارت از قناعتمند می شویم. داملا، من در منت یک رفیقم گرفتار شدم که چند وقت پیش به من چند سوم یاردم کرده بود. از آزار بسیار آخر سوم یافته او را دادم. آیا حال منت کن چی هست و من چی رفتار کردم؟ یعنی یک برادر از کسی سوم یاردم کرده است و بعدا منتش میکند که یعنی تو با سوم من بود که مثال روزگار تا پیش بردی و شرایط تا خوب کردی. گفته این برادر خیلی مانده شده است از حساب منت همون آدم. برای همین این آدم چیکار کرده است؟ رفته است از جای با سوم یافته است و برده آن مقدار سومی که همون یاردم کرده بود همون مقدار پس گردانده داده است. آیا کاری من درست است یا غلط؟ گفته از ما سوال کردند. انشاءالله این در جواب خیلی پره در اینجا موجود بود. مادامی که وقت نیست، خدا خواسته باشد اگر جمعه آینده وقت شود اینجا 4 سوال دیگه باقی مانده است، اینها را هم جواب میگوییم و بعدا آن محبت صحابه ها به پیغمبر چگونه محبت داشتند انشاءالله اون هم به سمع شما میرسانیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. خدایا ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر را در نامه اعمال این جمعیت ما کتابت بفرمایی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا چند برادرها این هفته برای همون آبادی طهارت خانه یعنی یاردم کردن. میخواهم نامهاشون رو میخوانیم و دعا میکنیم. یک برادر محمد رازق است، فرزند محمد یوسف و همراه 2 برادر هستند که در بازار گوشت میفروشند، بازار کلان. و برادرمان جمشیدم در بازار کلان سوداگر هستند
و برادر حاجی حاتم هم که نو از حج گشته آمدن، اینم یعنی مبلغ معینی برای یاردم مسجد روان کردند و خواستن که در حقشون دعا کنیم. خدای مهربان با عدد هر یک سامانی که اونها خیر احسان برای تیار و آباد کردن این طهارتخانه مسجد روانه کردند، خدایا حسنات در نامه اعمالشون کتابت بفرمایی و عمر دراز و تن صحت نصیبشان بگردانی و خدایا دولت اینها را باز هم زیاده بگردانی. از جمیع بیماری ها و آفت ها و کلفت ها خدایا در پناه رحمت خودت نگهشان بداری. السلام علیکم داملای عزیز، آیا در سلام السلام علیکم میگویی یا سلام علیکم؟ یعنی برادر سوال کرده است که آیا السلام علیکم گوییم یا سلام علیکم گوییم؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان عبدالله ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الاسلام خیر. پیغمبر خدا کدام اسلام بهتر است؟ پیغمبر چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. اسلام گفتند همین است که اولا طعام بر اهل مسکین ها دهی و دویم اینکه سلام دهی بر کسی که میشناسی و بر کسی که نمیشناسی. کسی را میشناسی نمیشناسی برای تو فرقی ندارد، باید که تو السلام علیکم بر او کس چکار کنی؟ روانه کنی. جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال السلام علیکم فرد علیه ثم جلس فقال عشر. یک مرد آمد پیش پیغمبر خدا و گفت السلام علیکم. بعد از آن پیغمبر جواب دادند و علیکم السلام و اون مرد نشست. پیغمبر گفت عشر 10 بر تو. ثم جاء آخر. بعد از آن یک مرد دیگر آمد فقال السلام علیکم و رحمت الله. یک رحمت الله زیاد کرد. فرد علیه فجلس فقال 20. پیغمبر خدا گفتند نشین برادر، گفتند جواب سلام بر او دادن و گفتند بر تو 20 بار. ثم جاء آخر فقال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرد علیه فجلس فقال 30. پیغمبر گفتند 30 بر تو بار. یک مرد آمد گفت السلام علیکم. پیغمبر گفت این 10 ثواب گرفت. مرد دیگر آمد السلام علیکم و رحمت الله گفت. پیغمبر گفت این 20 ثواب گرفت. شخص سوم آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر گفت این 30 ثواب نائل شد. بهترین سلام همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا رحمت و درود و برکات در حق جان تو گفته. با یک برادر وقتی سلام میکنیم این ما و شما 30 ثواب چکار میکنیم؟ نائل میگردیم. لیکن سلام علیکمش این اونقدر یعنی مشروع نشده است. بهترینش همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ما و شما سلام خیلی زیاده یعنی ثواب خیلی زیاده نائل میگردیم. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. پیغمبر گفتند بهترین شما شخصی است که اول سلام دهد. کسی که اول سلام میدهد این معنای او را دارد که این انسان کبر خودش شکستگی هست. یعنی بسیاری آدمی هست که میایستد که تا که او را سلام دهند. یک پیغمبر گفتن بهترین شما همان کسی است که باید که اولا سلام دهد. خواه خرد باشد، خواه کلان، خواه وظیفه دارد، خواه بی پول است، خواه با پول است، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ابتدا کنیم. انشاءالله ما و شما ثواب زیاد بگیریم. 10 موضعی هست که سلام دادن در اون موضع ها جایز نیست. من برای شما میخوانم. در وقت نماز خواندن، وقتی من نماز میخوانم یک برادر که مسجد داخل شد بر من سلام ندهد، زیرا خودش گناهکار میشود. قرآن میخواند، یک برادر قرآن خوانده است، یک کسی میاد سلامش میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. خب وعظ میگوید من امر معروف دارم، او کس میاد برای سلام میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. با ذکر مشغول باشی. چهارمش نه ذکر کرده ایستادم، سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفته ایستادم، اون کس میاد مرا سلام میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. خطبه میخواند، وقتی خطبه خواندنی که امام در جمعه خطبه میخواند باید هیچ کس به وی سلام ندهد. کسی سلام میدهد وی گناهکار میشود. اذان میگوید یا قامت میگوید، در وقت اذان و قامت گفتنم سلام دادن جایز نیست به مؤذن.
زن نامحرم، کسی که زن نامحرم است یعنی زن نکاحرس است، به وی هم سلام دادن جایز نیست. ششم کافر، آدم کافر هم سلام دادن ما و شما یعنی رحمت خدا را بر کافر روان کردن اینم جایز نیست. با وقتی خانه‌داری یعنی یک آدم کتاب آورده است یعنی یک آدم خانه‌داری کرده است یک آدم دیگه بر وی سلام دهد، این هم گناهکار می شود. با وقتی بول و براز یعنی آدم وقتی در حاجتخانه می درآید اگر کسی دیگر خواهد حاجتخانه درآید وی را در حاجتخانه بیند سلام دهد، سلام دهنده گناهکار است. دهم با وقتی طعام خوردن، در وقت طعام خوردن هم کسی سلام میدهد گناهکار می شود. امروز در مردم ما همین دست در توقع با این بالا تا زور کدام یا دست میگیره سلام میکنه، این سلام جایز نیست. آخر وقتی در آمدین میبینین مردم طعام خورده است همون دهنکیش هم سلام بدین، امروزش کفایت میکنه. السلام علیکم بس شرط نیست که به پیش هر آدم دور زده و تمام مردم از جاش ناراحت کنید. این از طریقه سلام. السلام علیکم داملای محترم، آیا در یگان کتاب خبر افیون آمده است؟ افیون در قرآن، افیون حرام است. اینما الخمر، خدا در قرآن میگوید خمر حرام است. الخمر ما خامر العقل، یعنی چیزی که عقل آدم اگر میپوشاند، کسی عقلی یعنی چیزی که عقل آدم میپوشاند، چی افیون باشد، چی ناس باشد، چی سیگاریتش باشد، چی عرقش باشد، چی گیرینش باشد، چیزی که عقل آدم میپوشاند این چی است؟ این خمر است خودش، این افیون است. در کتاب خلاصه، فتوای خلاصه است، مشکات آسان ترینش همین است که آدم در وقت مردن کلمه شهادت فراموش می شود. بین از این در ضرر کلان هست دیگر. السلام علیکم حضرت حاجی مرزا، ما از شما یک سوال داریم. من خود تجارتکار هستم، از بانک سوم بگیرم فایز قطعی چه خیل می شود؟ با ما می فهمند البته فایز حرام است، چه از بانک بگیری چه از دست یک نامسلمان دیگر میگیری که امروز بسیاری از برادرای ما و شما فعلی همون یهودی ها را یاد گرفتن، قرض حسنه را فراموش کردن، یعنی قرض ثواب را فراموش کردن، برادری را بریدن نابود کردن. فقط همون چی آدمی نباشد چی مصیبتش میاد بیچاره را، چی برای یک بهبودی کارش پیش کسی میره تا 10% نتی پول برایت نیست، او فکر نمیکند که این 10% که تو میگیری آخه برای تو حرام است. تو وقتی حرام میخوری تو وارد دوزخ میگردی، جایز نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، سوالهای مرا ساده کرده فهمانید. اگر خواب بینی که پدر و مادرت قضا کرده باشد چه حال دارد؟ ما از آنها میشنویم که عمرشان دراز میشود. بابای داملا، ما از زنها میشنویم که خواب بینی پریدسته باشی گناهانت میریزد. ما از شما خواهش میکنم جواب. من تعبیر خواب نمیکنم که مثال تو از کدام زن چیزی میشنوی نمیشنوی، یعنی تعبیر خواب پدرت میمرد مادرت میمرد، مردن حق است آخه دیگر عمری و دراز میشود نمیشود، این به تقدیر خداوندی وابسته است. من مثال تعبیر خواب کردن نمیتونم. السلام علیکم داملای خوشزبان، التماس میکنم که از تگ دل شما دعا کنید چی مراد و مقصود باشد مراد و مقصودم حاصل شود. داملای عزیز، این برادر چی مراد داشته باشد خدای مهربان به حرمت این روز جمعه اگر مرادش مطلوبش نیک باشد به فایده جمعیت و به فایده اسلام باشد خدای حاصل بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم استاد عزیز، آیا درست است که من خواهر خود را بوسه کنم؟ من در این باب چند بار صحبت داشتیم که ابولیث سمرقندی ما و شما 5 نمود بوسه را برای ما و شما اجازت دادند. یکم بوسه پدر و مادر فرزندها را می تواند که از رخساره هاش بوسه کنند. دوم فرزندها می توانند پدر و مادر را از بالای سرش بوسه کنند.
سیوم بوسه ای که هست، این بوسه خواهر برادر را یا برادر خواهر را از پیشانیشان. چهارم بوسه این دست عالم یا دست پادشاه عادل. پنجم بوسه، این بوسه مرد زن را از دهانش، میتواند که زنی حلالی خودش را از دهانش بوسه کند. این 5 نمود بوسه است، میتونین از اینها استفاده کنین. دیگر غیر اینها، دیگر زایل هایی که بوسه ها هستند، از اونها استفاده نکنین که گناهکار میشوین.